سلام به همه دوستان خوبم. خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی من. تا حالا شده بخوای بگی اگه وقت داشته باشم میرم، اگه وقت داشته باشم میرم، یا مثلا اگه پول داشتم ماشین میخریدم، یا حتی اگه زودتر اومده بودی منو میدیدی. اگه جوابت مثبته باید بگم جای درستی اومدی، چون امروز قراره با هم جملات شرطی رو یاد بگیریم. یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش‌های زبان فارسی. اگه میخوای یاد بگیری چطوری درباره فرضیه ها، احتمال ها و موقعیت های واقعی و غیر واقعی در فارسی حرف بزنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. جملات شرطی یعنی چی؟ جمله شرطی جمله‌ایه که از دو بخش ساخته شده. یک، بخش شرط معمولاً با اگه شروع میشه. دو، بخش نتیجه، کاریه که در صورت انجام یا اتفاق بخش شرط انجام میشه. مثلا اگه بارون بیاد خیس میشیم. شرط اگه بارون بیاد، نتیجه خیس میشیم. چند نوع جمله شرطی داریم؟ ما توی فارسی به طور کلی 3 نوع جمله شرطی داریم. یک، شرطی نوع اول، واقعی، حال یا آینده. این نوع برای چیزهایی استفاده میشه که ممکنه واقعاً اتفاق بیفتن. فرمول اگه به اضافه زمان حال، نتیجه زمان حال یا آینده. حالا اول باید بدونیم چطور زمان حال قسمت شرط رو بسازیم. خیلی ساده. ریشه فعل در زمان حال ساده رو به دست میاریم و به جای اینکه به قبل فعل می اضافه کنیم، به رو به قبل فعل اضافه میکنیم. خوندن، خون، بخون. نوشتن، نویس، بنویس. بودن، باش. این فعل استثناست و بعد با توجه به فاعل اون رو صرف میکنیم. مثلا اگه هوا خوب باشه میریم پارک. اگه درس بخونی موفق میشی. اگه دیر بجنبیم اتوبوس رو از دست میدیم. شرطی نوع دوم، غیر واقعی، فرضی در زمان حال. اینجا درباره چیزهایی صحبت میکنیم که الان ممکن نیست یا فرضیاً. فرمول اگه به اضافه گذشته ساده، نتیجه زمان گذشته با می. مثلا اگه وقت داشتم می اومدم، ولی واقعا
وقت ندارم. اگه پول داشتی ماشین میخریدی ولی واقعا پول نداری. اگه بارون نمی اومد میرفتیم بیرون. شرطی نوع سوم، غیر واقعی، گذشته. این نوع برای چیزهاییه که در گذشته اتفاق نیفتادن و دیگه نمیتونن اتفاق بیفتن. ما فقط داریم دربارشون حرف میزنیم. فرمول: اگه به اضافه گذشته کامل، نتیجه گذشته کامل با می. اگه زودتر اومده بودی منو دیده بودی ولی نیومدی. اگه بارون نباریده بود فوتبال بازی کرده بودی. اگه درست رانندگی کرده بود تصادف نمی کرد. تفاوت نوع اول، دوم و سوم. بیایید یه مثال ساده رو در 3 حالت ببینیم. شرطی نوع اول: اگه امروز بارون بیاد خونه میمونم. احتمالش هست، واقعیه. شرطی نوع دوم: اگه امروز بارون میومد خونه میموندم. فرضیه است ولی اتفاق نیفتاده. شرطی نوع سوم: اگه دیروز بارون نیومده بود رفته بودم بیرون. گذشته است و واقعا نرفتم. چطور جمله های شرطی رو منفی کنیم؟ مثل جمله های معمولی، فقط کافیه منفی سازی رو برای فعل ها انجام بدیم. مثلا اگه هوا خوب نباشه نمیریم بیرون. اگه وقت نداشتم نمی اومدم. اگه زود نرفته بودیم جا نمی گرفتیم. سوالی کردن جمله های شرطی. سوال کردن با لحن یا با اضافه کردن کلمات پرسشی انجام میشه. مثلا اگه بارون بیاد میری بیرون؟ اگه دعوتت کنن میری؟ چرا اگه وقت داشتی نیومدی؟ اگه دیر کرده بود چی میشد؟ جملات شرطی بدون اگه. گاهی وقتا فارسی زبانها اگه رو حذف میکنن ولی معنی همچنان شرطی باقی میمونه. مثلا دیر بیای منتظرت نمیمونم. یعنی اگه دیر بیای منتظرت نمیمونم. خوب بخونی قبول میشی. این ساختار در مکالمه رایجه و به صورت غیر رسمی استفاده میشه. اشتباه‌های رایج در جمله‌های شرطی. استفاده اشتباه از زمانها. مثلا اگه دیروز بیای خوشحال میشم. باید بگیم اگه دیروز اومده بودی خوشحال شده بودم. یا جا انداختن فعل کمکی یا صرف نادرست. مثلا اگه وقت داشت می اومدیم. اشتباهه چون فاعل یک نفره ولی فعل جمعه. حالا که با 3 نوع جمله شرطی آشنا شدی نوبت توئه که تمرین کنی. با این فعل ها برای هر نوع جمله شرطی یک جمله بساز. رفتن، دیدن، خریدن، خوابیدن، خوردن، موفق شدن. مثلا
اگه پول داشتم لباس جدید می‌خریدم. اگه زودتر بیدار شده بودم صبحانه خورده بودم. اگه وقت داشته باشم امروز کتاب میخونم. همین حالا توی کامنت ها چند تا جمله بنویس تا با هم بررسی کنیم. مرسی که تا آخر این آموزش با من همراه بودی. امیدوارم حالا بهتر بتونی جمله های شرطی رو در فارسی بسازی و استفاده کنی. اگه این آموزش برات مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و با دوستات هم به اشتراک بذار. اگه علاقه داری درباره زمانهای دیگه مثل گذشته، استمراری، آینده یا جملات امری هم یاد بگیری توی کامنت بهم بگو. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.